سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ بیاین با هم دیگه امروز یه قیمه مجلسی درست کنیم. من برای تهیه قیمه پیاز رو تا حدی که بتونم خرد میکنم یا رندش میکنم تا خوب لعاب بندازه. لپه به ازای هر نفر 2 قاشق غذاخوریه. بعد از اینکه خیسش کردم حدوداً 1 ربع میذارم روی اجاق گاز تا این کف ها ازش جدا بشه، هم بوی بعد لپه از بین میره و هم خوش طعم‌تر میشه. من لپه رو جدا تفتش میدم. گوشتم توی پیازمون کاملا تفت میدیم تا رنگ عوض کنه. 2 قاشق هم رب خونگی رو جدا سرخش میکنیم تا رنگ باز کنه تا به موادمون اضافه کنیم. دو تا چوب دارچینم بهش اضافه میکنیم. برای خوش عطرتر شدنش یادتون باشه که از پودر دارچین استفاده نکنید چون خورشتون رو تیره میکنه. حالا میخوایم معجون عطر قیمه رو تهیه کنیم. چوب دارچین، گل محمدی، 1 تیکه زنجبیل تازه، هل و پودر زعفرون رو اضافه میکنیم و یه حدوداً 3 قاشق بهش آب جوش اضافه میکنیم. میذاریمش کنار تا آخر خورشت آماده شدنمون بهش اضافه کنیم. نیم ساعت قبل از آماده شدن خورشتمون حدوداً 2 قاشق گلاب به این معجون اضافه میکنیم و چوب دارچین های قبلی رو از خورشت جدا میکنیم. نمک رو آخر خورشت اضافه میکنیم. معجونمون رو از صافی رد میکنیم و به خورشت اضافه میکنیم. بره که با هم یه غل بزنه. سیب زمینیمون هم که فراموش نمیشه. اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نداشتین لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنین. خورشت ما آماده شده. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. با لایک هاتون من رو حمایت کنین.